خداوندا، شکر و سپاس مخصوص توست به خاطر تمام چیزهایی که به من دادی و حتی چیزهایی که به من ندادی. سپاسگزارم به خاطر شادی، سلامتی و ثروتی که به من دادی. سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. درود فراوان بر شما و خانواده محترمتون. افتخاری هستم. این اولین ویدئویی که از خودم به اشتراک میذارم و امیدوارم که بتونم لحظات خوش و خرمی رو براتون فراهم کنم. گهگاهی براتون شعر میذارم، دلنوشته‌ای براتون میخونم و گهگاهی از روزمرگی و تجاربم دوست دارم که براتون به اشتراک بذارم. بیشتر سفر میکنم و به شهرهای مختلف و تهران و اطراف تهران و جاهای دیدنی که تمامش رو براتون به اشتراک خواهم گذاشت تا بتونم روزگار خوبی رو براتون رقم بزنم. هدفم از این کار اینیه که انرژی مثبت بتونم انتقال بدم و اون چیزی که در درونم هست بتونم بهتون انتقال بدم. از اینجا شروع میکنم. سال 68 بود، با بچه ها نشسته بودیم توی پادگان و شعری رو زمزمه میکردیم. یکی از دوستان مشهدی من به اسم علیرضا شروع کرد به نوشتن. شعر فوق‌العاده زیبایی بود و بعدها این تکمیل شد و به نام پدر گذاشته شد. چرا پدر؟ چون که من از بچگی داشتن پدر رو واقعا لمس نکردم. خیلی کوچیک بودم، حدود 9 سال، که پدرم به رحمت خدا رفت و آسمانی شد. البته شخصی در کنارم بود و حقیقتاً به حکم پدر تجربه خوبی در اختیارم گذاشت و روزمرگی فوق‌العاده‌ای برای من فراهم کرد و جای سپاسگزاری داره ازش. و این شعر رو میخوام تقدیم کنم به تمام پدرها، چه اونهایی که آسمانی شدن، چه اونهایی که در بستر مریضی هستن و چه اونهایی که شادن و سلامت در کنار خانواده زیر چترشون داریم زندگی میکنیم. سپاس خدا را، سپاس خدا را که آفرید پدر، پدر آفرید و پسر داد و کردش پدر. سپاس پدر را که آموخت پسر، صبوری و سخاوت و بودن پدر. اینو تقدیم میکنم به تمام پدرها. امیدوارم که منم برای بچه هم پدر خوبی باشم. با اینی که پدر نداشتم و هیچ تجربه‌ای در رابطه با این مراوده نداشتم، ولی سعی خودم رو کردم و خواهم کرد که حدالمقدور پدر خوبی باشم. شاد باشید و سلامت. روزگار بکام.